من خودم واقعا فکر نمی‌کردم یه روزی عربستان همچین حماقتی بکنه. جدی عرض میکنم. خب چون واقعا یعنی یه جورایی کار خودشو ساخته. چون بزرگواران باید یمن خورده و یمنی ها رو بشناسن. 400 سال عثمانی ها با کشورهای عربی جنگیدن، تمام کشورهای عربی رو بردن زیر سلطه خودشون. شما میبینید مصر رفت زیر سلطه امپراتوری عثمانی، تنها کشوری که نرفت یمن بود. یعنی امپراتوری عثمانی نتونست با یمنی ها بجنگه. دلایل مختلف داره. یکی سلحشوری ذاتی اینهاست، این آدم جنگاوری هستن. دو، چیزی برای دست دادن ندارن. مثلا تو میخوای اینترنتشون رو قطع کنی، چی کار کنی؟ چیزی برای دست دادن ندارن. شجاعن. عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی هم خیلی مهمه. یمن یک محیط کوهستانی داره و واقعا صعب العبور. یه تک‌تیر انداز میتونه یه لشکری رو زمینگیر بکنه. اینجوری نیست که راحت بتونن حمله بکنن. این سعودی هم چند بار یه حملاتی داشتن، ناغافلی حمله کردن شمال یمن، یه کارایی کردن. من دیدم اخبارم یه تاریخچه گفت، تاریخچه خوبی هم بود. علی ای حال یک چیزی هم هست که مردم متوجه نیستن. همین الان بالا گفتم که از عزیزان خیلی تعجب کرد. جمعیت عربستان 27 میلیونه، جمعیت یمن 25 میلیون. یمن جمعیت زیادی هم داره. یعنی فکر می‌کنه که بعضی فکر می‌کنن کشور مثلا 3-4-5 میلیونیه. اینطور نیست. و نزدیک به نیمی از این جمعیت شیعه‌ان که اکثریتشون شیعه های زیدی هستن. اینها، این حوثی ها یه جد بزرگی داشتن که حالا پدر همین عبدالملکه، بدرالدین، یه پسری داشت به اسم حسین که اونو کشتن. حسین رو کشتن تو همین جنگایی که داشتن. و یه برادر دیگه هم دارن، فکر کنم یحیی، اسمش توی کشور اروپاییه، حالت تبعید داشت. و خود اینا جنگای مختلفی کردن. و جالب بدونید بسیار بسیار اون حسینشون که پدرش ازش خواست که بعد از انقلاب ایران بیاد ایران و با اندیشه‌های امام آشنا بشه، اومد ایران، حوزه علمی قم هم درس خوند و وقتی برگشت چنان متأثر از امام بود که شعارشون رو تو پرچمشون شما دیدید: الله اکبر، الموت لآمریکا، الموت لاسرائیل، لعنت علی الیهود. ما پرچمی نداریم دیگه اینقدر واضح همه چی رو کرده باشه. لعنت بر یهود. و آخرش هم میگن نصر للاسلام. با الله اکبر شروع میکنه، با نصر للاسلام شروع میکنه، وسط هم کسایی که باید فوش بده رو میده. خب پرچم سفیدی دارن، دیدید یا نه تو این تظاهرات دستشونه؟ این خیلی عجیب غریبه. ببینید شعارشونه. و خود اسرائیلیام بسیار نگرانه. یعنی میگن که اینا حرفای میزنن، حرفای ایرانی‌ها رو میزنن و این خیلی برای ما خطرناکه. یعنی همین لعنت علی الیهود و فلان. ما این لعنت علی الیهود منظور همون مکبر صهیونیسم ها، نه مثلا با یه دین که کسی مشکلی نداره، یا دین مثلا از ادیان الهی. علی ای حال من فکر می‌کردم که این یه حمله هوایی باشه و تموم بشه بره، اما الان خبری داره میاد از درگیری زمینی. چون یه خانواده رو لب مرز زدن سعودی‌ها، اینا هم پاسخ دادن، یه عربستانی، سرباز عربستانی کشتن و 10 نفر رو زخمی کردن. باطلاقی خواهد شد برای اینا. اینکه چرا پاسخ تا الان ندادن، حوثی‌ها چرا پاسخ ندادن، یه خورده دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی اینه که اینا نگران دو جبهه جنگن. یعنی نمیخوان هم با داخل بجنگن هم با خارج. و خیلی خیلی این حملات داره به نفع جبهه مقاومت هم میشه. ببین بعدها ما ناراحتیم، اما واقعا دارن حماقت و خریت میکنن. چون چنان داره حجت تمام میکنه که اصلا هیچ جور اینجوری حجت تمام نمیشه. تا قبل این کشور عربی میگفتن لابد بیورزن نمیتونن با اسرائیل بجنگن. متوجهید؟ الان میبینن نه، این برای زدن مسلمون خوب هواپیما F-16 بلند میکنه. اینا دارن به همین میرسن که چقدر جالب. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا که الیهود، آیه قرآن. دشمن ترین که یهود، آیه قرآن. اینم شعارشون لعنت علی الیهوده. خیلی جالبه ها. این پرچم عجیب غریبیه. داره حجت تمام میشه. تو این مصر که اینا جمع شدن در شرم الشیخ که واقعا اسمش
بخوایم یه خورده ترجمهش کنیم فارسی، واقعا شرم بر اینا بود، به خاطر اینکه اونجا جمع میشن. تو اونجا وقتی جمع شدن، همین رئیس خودگردان فلسطین، حکومت خودگردان فلسطین، یه نخاله است از نظر ما. خب یه نخاله است، اون صداش در اومد، گفت چرا از این ائتلاف‌های عربی برای اسرائیل تا حالا انجام ندید شما؟ مصر ناو بفرسته و نمیدونم عربستان نیروی هوایی، و چون اینا مرز زمینی فقط با عربستان دارن. چی؟ عمان اعلام بی‌طرفی کرده، مرز دریایی رو مصر بسته، هوایی رو هم چی؟ عربستان و امریکا. یعنی ناو امریکایی هم توی اقیانوس مستقره داره کمکشون میکنه. امروز هم رسما عربستان از امریکا تقاضای کمک نظامی کرده که امریکا وارد حمله بشه و ورود پیدا بکنه. تمام این بندرهایی که کنار ساحله، نقاط واقعا استراتژیک میتونه شاهراه تجارتی اروپا رو ببندن، فقط با یه موشکی، با یه قایق تندرویی و این بحث. نکته هم که وجود داره، اینا بحرین رو اول خواستن تله کنن برای جمهوری اسلامی که ایران وارد چی بشه؟ جنگ بشه. خب اینا اصل ماجراشونه که ایران رو به یه جنگ دیگه بکشونن. خب نتونستن، به هیچ وجه نتونستن. و همون موقع که خیلی فشار داشتن می آوردن، شما دیدید که رهبری یک سخنرانی کرد که هر کسی بخواد علیه اسرائیل کار بکنه ما بهش کمک میکنیم، هر جا میخواد باشه. و این حاکمان این جزیره، همچین عبارتی داشتن قریب مضمون، که حاکمان این جزیره کوچیک بحرین هم یه حرفایی میزنن، نه ما تا حالا کاری نکردیم، که اگر کاری کرده بودیم الان اوضاع این نبود. حالا بعضی سوال میپرسن ما نباید بشه اونجا کمک کنیم، چرا؟ اما بحث سر اینه عزیزم، ببین شما عین اینی که بری مثلا فرض کن کل بحرین رو براشون بگیری بدی دستشون، فاتحه‌شو میخونه. باید خودشون زحمت بکشن تا قدرشو بدونن، باید یاد بگیرن، جهاد کنن، مبارزه کنن، اسلحه دست بگیرن، جهاد رسانه‌ای کنن، فرهنگی کنن، یاد بگیرن چجوری از این روش هایی که میشه اون حکومت ها رو تحت فشار قرار داد خوب استفاده بکنن. امروز داره حجت تمام میشه. ببینم بهتون بگم، تا حجت کامل تمام نشه حضرت حجتی ظهور نمیکنه. حجت باید بر دنیا، بر تک تک مردم دنیا، بر به علل خصوص مسلمانان باید حجت تمام بشه. باید حجت ببینن، به چشم ببینن. امروز دیگه کسی نمیتونه مسلمانی بگه نه نبود نیست من نمیتونم. بابا داره حمله میکنه، مسلمان میکشه. اون طرف فلسطین سنی اینا کمک نمیکنن، درسته؟ خب نشون میده ارتباط اینا رو با همون یهود نشون میده. این آیه قرآن با فعل مضارع یعنی همیشه همینه. اینم ببینه، از اون طرف ببینه نه این قدرت نظامی داره. برای کی؟ برای زدن شیعه. و نگاه بکنه ببینه تنها جریانی که در دنیا جلوی صهیونیسم وایساده کیه؟ شیعه است. یکی از همین اهل سنت که شیعه شده بود یک کتابی نوشته، اسمش حضور ذهن ندارم الان. او خودش میگه که من دلیل شیعه شدنم همین آیه قرآن بود. نگاه کردم بابا فقط شیعهان که صهیونیست‌ها رو دشمن ترین افراد رو زمین میدونن و با سنی ها وارد جنگ نمیشن، اونا ما رو برادر میدونن. اما این جریان تکفیری وهابی به ما سنی ها داره میگه اینا برادرتون نیستن، اول باید شیعه رو بکشی بعد میریم سراغ یهود. اون بعد میریم سراغ یهود هم داستانه، الکی فیلمه. علی ای حال پیگیر این ماجرای یمن باشید. یه بحث از حضرت آیت الله بهجت نقل شده که آقا اگر اذان شیعیان و فلان، سایت ایشون تکذیب کرده. خب منتها به نقل از حاجی صدیقی بحث شده که شیعیان پیگیر یمن باشن. این هست. اینو من از یکی از عزیزان مرکز تخصص مهدویت پرسیدم، گفت بله این بوده که به نقل از آقای صدیقی که اونجا موقت هست، حاجی صدیقی خطیب به قولی، که بله شیعیان تو آخر زمان پیگیر حوادث یمن باشن. بله این نکته. صلواتی نت بفرمایید. صلی الله محمد و محمد